10 سر آیل ملکشون جا افتاده است دارد گشنگی میخورد. چرا گشنگی باید بخورد؟ بدبختمون کردن، به تام کوچه زندان افتادن. تهران نشسته خبر از ما نداره، چرا بلند نمیشه بیاد ببینه چرا سر مردم میاره؟ چرا نمیاد بره ببیند که چه مرد چه سختی دارن میکشن؟ این عدله، این عدالته. آیا این مردم حقشون همینه؟ حکومت اسلامی همینه. خدا شاهد است، خدا شاهد است. خجالت میکشم، سمت گوشت خونه من نیست. به خدا گشنه، به خدا گشنن، هیچی ندارن. مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرن. اما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، شامون هم آب نداره، باید گشنگی بخوریم. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ مسلمان اگه نیستن اقل همه ما گفت آزاد مرد باشن. بگوید آزاد مرد باش، بگوید آزاد مرد باش.